در طول تقریبا یک ماه گذشته، هم 26 روز گذشته، وزرای خارجه زیادی بودن که تماس گرفتن، رؤسای بعضی از کشورها تماس گرفتن و همه میگفتن که چه کاری از بومر میاد، ما چه کاری انجام بدیم و پیشنهاداتی برای آتش بس داشتن. موضع ما کاملا اصولی و متقن بوده که به همه اونها اعلام شده و ما همچنان برای موضع هستیم. مذاکره هم تا الان انجام نشد. من با ضرس قاطع عرض میکنم هیچ مذاکره و گفتگویی با طرف آمریکایی نبود. البته چند روز هست که طرف آمریکایی شروع کرده به ارسال پیام‌های مختلف از طریق واسطه‌های مختلف. اینکه پیام‌هایی از طریق کشورهای دوست ما داده بشه و ما هم در جواب مواضع خودمون رو اعلام بکنیم یا هشدارهای لازم رو بدیم، این نه اسمش مذاکره است، نه اسمش گفتگو، نه هیچ. تبادل پیام هست به واسطه دوستان ما و ما در این تبادل پیام‌ها مواضع اصول خودمون رو تکرار کردیم و بعضی جاها هم هشدار دادیم. در بحث حمله به زیرساخت‌ها هشدارهای قوی ما دادیم. اینکه به اصطلاح این مهلت مثلا 48 ساعته رو مجبور شدن که خودشون کوتاه بیان، حالا یه مهلت بلند مدت‌تری رو دادن و این در وهله اول به خاطر صلابت نیروهای مسلح ما بود، موضع محکمی که نیروهای مسلح گرفتن و هشدارهایی که از طرق رسانه‌ای و طرق دیپلماتیک. در حال حاضر سیاست ما ادامه مقاومت هست، ادامه دفاع از کشور هست، بنای مذاکره نداریم. تا الان هیچ مذاکره هم صورت نگرفت و به نظرم که موضع ما کاملا اصولی و روشن است.